بابام آمد به فرخار، گفتا کجاست گل نگار؟ من همینجا بابا جان، شعرت خوانم با وقار. من که حالا خورد هستم، رسم شما در دستم. از دیدن رسمتان خوشنودم و سرمستم. شنو ای بابا جانم، اکنون من مکتب خانم. از خنک خوردنهایم دیگر نه من نالانم. از خدا داشتم طلب شما را از نو بینم. دیلکم گردد آرام گل مقصود بچینم. شوم این دفعه سوار بابا بایم در چرخ بال. برد با خود بابا جان من را به سیر جهان. بابام شاه مایان است، پیشوای تاجیکان است. خدا شود نگهبان باشد تاج سرمان.